باز سری صحبت خود به نماز برخواهیم گشت. زیرا که این مسئله نماز بسیار مسئله جدی است، بسیار مسئله مهم است، بسیار مسئله بزرگ است که با وجود آن که در اطراف نماز اینقدر صحبت ها زیاد می شود، اما می بینیم از همه بیشتر و زاییتر مردم در نماز خطا میکنند، از نماز سوال میکنند. ما در اطراف فضیلت نماز با شما صحبت میکردیم. خب انشاءالله امروز صحبت خود ادامه میدهیم. اگر خدا امکان داد، اگر به شرطی که درباره فضیلت نماز صحبت من خلاص شد، راستی که درباره فضیلت نماز یک سال هم گپ زنی صحبت خلاص نمی شود، اما به هر وجه کوشش میکنیم که مختصرا صحبت کنیم. و اگر امکان یافتیم درباره حکم تاریک الصلات هم یک چند سخن خواهیم گفت. اگر نشد انشاءالله بعد گذشتن ماه شریف رمضان بعد درباره حکم تاریک الصلات، حکم نماز جماعت، حکم تاریک الجماعه مفصلا صحبت خواهیم داشت. حضرت عباده ابن صامت انصاری روایت میکند: اشهد انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، حضرت گفت من گواهی میدهم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: من در پیش مسلمانان بندگان خدا و در حضور خدا در دنیا و در آخرت گواهی میدهم که با دو گوش خویش از زبان شکربار رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمود: خمس صلوات افترضهن الله تعالی، 5 نماز خداوند در ذمه شما ای مسلمانان فرض گردانده است. 5 نماز فرض است که خدای تعالی بالای هر یک شما او را وضع نموده است. من احسن وضوءهن و صلاهن لوقتهن و اتم رکوعهن و سجودهن و خشوعهن کان له علی الله حق، کان له علی الله عهد ان یغفر له. هر کسی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرماید این 5 نماز قبل از خواندنشان طهارت کامل میکنه، طهارت پره و خشرو میکنه، در بالای پا محس نمیکشه، در بالای نسکی جوربکی تنگ محس نمیکشه، بلکه پاش کاملا میشوید. اگر محس میکشه در بالای محسی محس میکشه یا در بالای موزه محس میکشه. بعدا این 5 نماز در وقتش ادا میکند و وقتی که این نمازها را میخواند رکوع به پرگی انجام میدهد، سجده را کامل میسازد، مثل مرغی که دانه میچیند زود زود سرش زده و نمیبرداره، بلکه با آرامی با تمکین همچنانه که خدا و پیغمبر امر کرده است. و در نماز خشوع اختیار میکند، خشوع رعایه میکند. خشوع یعنی شکست نفسی، بیچارگی، متکبرانه سر در آسمان نمیبرداره، کندک سینه را پیش کنه و دستا را نمیدونم در کتف رسونده و شپگت بشینه، بلکه خشوع آرام با خشوع با بیچارگی، همچنانه که بنده در نزد پروردگارش می ایستد، غلام در نزد صاحبش می ایستد. اگر همین 5 نماز ادا کند این شخص با پروردگار رب العزه یک عهد می بنده، یک کانترکت می بنده. ببینه کانترکت خداوند با این می بنده که گناه تا می بخشم. این بنده خط آزادی از آتش جهنم خدا براش میده. و من لم یفعل فلیس له علی الله عهد ان شاء غفر له و ان شاء عذبه. اما کسی که همین عملا را انجام نمیدهد یا اگر داد به پرگی و کامل انجام نمیدهد، این شخص با خدا هیچ عهدی نداره. بین این بنده و بین خدا یگان کانترکت وجود نداره، هیچ حقی نداره این بیچاره. فردا روز قیامت اگر خدا خواست
گناهش میبخشه. اگر نخواست به عدلش گرفت، موافق جنایت کردگیش جزا میبینه. ان شاء عذبه، اگر بخواه عذابش میکنه، اگر بخواه موافق جنایت کردگیش جزاش میده پروردگار. این است برادرای عزیز نمازی پنجگانه، این است حکم نماز. قسم به خدا اگر پروردگار این نمازها را برای ما فرض نمیگردان، این نمازها را کفارت گناه ما نمیکرد، وای به حال ما که دوزخ و طرف بیسته در همین دنیا میسوختیم، در همین دنیا سوخته خلاص میشدیم. حضرت عبدالله ابن مسعود فقیه اومد روایت میکند، روز میگوید پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همراه اصحاب بزرگوار ایستاده بود، گفت تحتریقون تحتریقون، ای مردم مسلمان شما به دست خود آتش جهنم خودتون تیز کرده استید، شما در آتش میسوزید میسوزید. به تأکید گفت تحتریقون تحتریقون. این سخن در حق اصحاب بزرگوار گفت، کسایی که در این ملت از همه فضیلت و برتریت والاتری دارند. فاذا صلیتم الصبح غسلتها، وقتی که شما نماز بامداد میخوانید، همه آتشی که در جهنم تیز میشود علنگه میگیرد، نماز خوانده شما، نماز بامداد خوانده شما همه را خاموش میکنند، با آب خاموشش میکنند. ثم تحتریقون تحتریقون، بعد باز میگه آتش جهنم تو تیز میگرده. در این روزا هزارها گناه ما مرتکب میشیم، هزارها عمل نادرست از ما واقع میشود. چشم زنا میکنه، گوش من زنا میکنه، زبان من زنا میکنه، اعضا و جوارح من زنا میکنه، همه گناه هست. اینقدر غیبت ما میکنیم، اینقدر دروغ ما میگوییم، اینقدر سخنهای لغو و بیهوده که از زبان ما صادر میگردد، همه بر ضد ما است. حضرت میگه باز میسوزید و میسوزید مردم. فاذا صلیتم الظهر غسلتها، اما وقتی که نماز پیشین میخونه، همه آتشی که از بامداد تا پیشین تیز شده بود همه را خاموش میکنه. ثم تحتریقون تحتریقون فاذا صلیتم العصر غسلتها، باز میسوزه، باز آتش علنگه میگیره تا وقتی نماز عصر. و مسلمانای واقعی که نماز عصر میخونن، نماز عصر خاموشش میکنن. ثم تحتریقون تحتریقون فاذا صلیتم المغرب غسلتها، بعد باز آتش میگه علنگه میگیره، بلند میشوه، تیز میشوه. وقتی که نماز شام خونده باز میگه خاموشش میکنه. ثم تحتریقون تحتریقون فاذا صلیتم العشاء غسلتها، بعدا میگه باز آتش علنگه میگیره، باز سخنای پا در هوا میگه، باز شیطنت ها میکنه، باز آتش جهنم خودتون بلند میکنه. اما وقتی که نماز خفتن نخونده خاموش میشود. یک حکمت آن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما و شما را بعد خواندن نماز خفتن از گپ دنیا منع کرده است، از لقلق بیهوده منع کرده است، همین است که حضرت میگه ثم تنامون، بعد سرتون میمونه خواب میکنه. فلا یکتب علیکم حتی تستیقظوا، در وقت خواب هیچی تو نمی نویسن، آتش هم تیز نمی شود، به شرطی که پیش خواب به معنیگی نکنی، پیش خواب سفسطگویی نکنی، پیش از خواب لقلق دنیا نکنی. خفتن که خوندی و رفتی به خونت، طهارت کن، سر تمام خواب کن، انشالله تا صبح گویا عبادت میکنی. اما اگر گپی دنیا گفتی، کارای هزل بی معنی کردی، فوتبال تماشا کردی و به شوق رغبت آن که فلان کمند برده است سر تماندی و خواب کردی، آتش تا دمیدن ایسا به زادی قطعه شیدن میگیرم. چی بسا کسایی هستند که در همین دنیا علکی سوخته استیان، در همین دنیا تا قیامت هم میرسند که یا لخچه میشوند دیگر. و نماز شوینده همه گناه ها است، نماز خاموش کننده انمی آتش تیز است. این نماز یک دستگیر است که خدا برای ما عطا کرده است. ما باید شکرگزاری نعمت خدا را کنیم، باید در نماز قائم باشیم. علامه ابن قیم جوزیه در زاد المعاد روایت میکنه که نماز برای مسلمان منفعت های زیاد دارد، هم منفعت های مادی، منفعت های معنوی. اولا
نماز رزق روزی بنده را زاید میگردونه. شخص وقتی که نماز خوند رزق روزیش زیاد میشود. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. الآیه. خداوند بزرگ در قرآن میگوید هر کسی که از خدا بترسه، هر کسی که پرهیزی از خدا داشته باشد، خداوند براش یک مخرج، یک کشایش، یک منبع درآمد پیدا میکند و رزق روزیش از جاهای میرسونه که در حساب نیست، در یگان حساب نیست. خداوند رزق روزیش همونجا میرسونه. پس نماز زیادگرداننده رزق روزی بنده مؤمن است. افسوس، صد افسوس، ما گمان میکنیم که به نماز مشغول شویم تجارت مکم میشود، درآمد مکم میشود. تا به حال این نیمچه مسلمان ها در جامعه هستند و افسوس که خیلی زیاد هم هستند. یک برادر در همسایگی ما زندگی میکرد، ولی کوچید است، در 5 ایتاژ میزیست. در پایان خانه الحمدلله مسجد داریم ما. بعد نماز بامداد یک روز در همون بیرون با بعضی شاگردا صحبت میکردیم، شاید یا که سوال میکردن، ناخواست پایان شد دیگه که جای گریختن نیست. اوخی همون بیناهایی که открытый лестницаш میگن کو همه میتوه، ایام 5 ایتاژ خونه‌اش که بنومد توف دیگه معلوم بود جای گریختن نداشت، باشه میگریخت. از خدا حراس نمیکنن، از ملا حراس میکنن، از رئیس حراس میکنن، این مردمی بیچاره از ناظر حراس میکنن. نمیدونم چی درد مرسید است. امام غزالی میگه اگر همین مردم همچنانه که از کمبغلی میترسن از دوزخ میترسیدن، یگان تاش دوزخی نمیشد. پایان اومد مذمتش کردم که چرا در نمازون نیستی؟ گفت دملو کار میکنم، کارم وزنی نه، مرشد که حی میکنم. میکرد ولی رسیه رفت است. اوخی گفتیم همین نماز کاری تر سری رخش نگیره، مرشد که شخصی بدست از خودت بدست. اوخی نیم ساعت پیش از همون شروع شدن نماز تو آخران رئیس که کردی بس که نمازه که در یه مسجد بخون کار دوام ته انشالله هم که برکتت میته خدای تعالی که از او 2-3 کروگ زیاد میکردگی را برکتی بیشتر میوی. گفت دملو عجب گپو میزنی. این من در دوری مسجد بدرم بشینم یگان کس میاره یا تکنون در پیش مونه که بخور. من گفتم تو صدق نداری، اگر داشته باشی میارن، خدا میارد. افسوس که صدق نداره، شما باور نداره. با همین بزربت در مسجد هوی کرده، گفت که این 6 تا خیر رفتیم ما هم در پهلو شیشتیم. همین 10 دقیقه پس یک برادر دیگه هم پدیز دیخت شد، یک طبق شربرینج آورد. گفتم بخوای سرت لونه یا تکنون اینا شربرینج بزن. گفت پیشکی گبزنان کرده بودی. سبحان الله. آخی من این برادر را ندیدم، اگه جو گبزنان میکنم همین خطی تو بدیم. یک جای خطی دوری مسجد رو اومدیم، پیش چشم که نور عرفان نیست، گربه و آسمان نمایان نیست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک گروه از منافقا در حرب تبوک، در حربی که در یک گرمی بسیار سخت واقع شده بود، گفتن تو پیغمبر خدا هستی آخی؟ یک هفته دعا کو تو حبیب خدای تعالی یا ابر بفرسته باران بزنه، چیله تابستان های در همون گرمی های تفسانی بین حجاز و شام. حضرت طهارت کرد، دست به دعا برداشت، پیش خدا التجا و التماس کرد. یک ابر آمد، چنان باران زد که مردم در زیر شکم شترا و اسباشو پنهان شدن از باران. بعد مؤمنا گفتن که آقا ای بدبختا، حالی هم شما یقین نداره خاک در سر تو در همین چیله تابستان در تموز این باران ببینه به شرافت دعای پیغمبر. گفتن یک ابری دیدو بود، اومد زد بر رفت. نماز رزق روزی بنده را زاید میگردونه. نماز در سلامتی انسان فایده داره. همین نمازی که میخونیم این فیزریت که شما میدونه، اگر به شرط قاعدوی کردی، اگر در رکوع حقیقتا راست ایستادی، در وقتی در قیام در رکوع اگر میان تا
پشت هموار دار همچون زه، میگه صاحب 4 کتاب شریف. اگر پشت مثل زه هموار بداری تمام رگ پیوندت کشیده میشوه. بعدا وقتی که سجده کردی و از سجده خستی همین خودش میشوه فی ذریت کی سحر، همه رگ پیوند در کار میدرویه. این نماز به سلامتیت فایده داره، روحت قوی میگردونه، روحت قوی میگردونه. و نماز یک سکینه در قلبت وارد میسازه. آدم نمازخوان نسبت به نماز دلش دل پرتره برای نماز میخونه. حتی اگر شنیدیم که آدم نمازخوان در دریا پری دست رفته است یا به یک مردی مفاجئوی مبتلا شده است، میگیم خدا رحمتش کنه این مردک کوله‌بارش قطیش بود، این مردک توشش همراهش بود، این نمازخوان بود. برای این فرقش چی؟ از این دنیا دیده جواری رحمت خدا براش گواراتر است، بهتر است. پس نماز قلب آدم بسیار قوی میگردونه، نماز آدم با غیرت میسازه، نماز روی آدم پاک تازه میسازه، باطن آدم پاک تازه میسازه. نماز محبت به نمازگزارا به اهل مسجد بازم بیشتر زاییتر میگردونه. نماز وسیله اجتماع جمع آمدن مسلمان ها های. اگر همین نماز جمعه نمیشید این چند هزار آدم در یک جا جمع آورده میشید؟ به هیچ وجه. پس این نماز یک رحمت است، نماز یک راحت است. حضرت مجدد الف ثانی رحمت میدونه، صاحب مکتوبات ربانی با نام امام ربانی معروف و مشهور است. این شیخ بزرگوار یک شاگردی داشت با نام شیخ عبدالواحد، شیخ عبدالواحد لاهوری. یک روز استادش سوال کرد، گفت استاد مهربان در جنت، گفت اهل جنت نماز میخونن؟ گفت اهل جنت احتیاج به نماز ندارن، اهل جنت سخنش و ذکر است، نفسش و ذکر است، اونا در جنت مکلف نیستن که نماز بخونن. یک آه کشید زار زار گریست. گفت آخی چون میکنی جنتی را که نماز نداشته باشه؟ مکانی که در اوجد نماز نباشه، سجده الهی نباشد، از کجا در او سکونت قلبی حاصل میکنی؟ حضرت علی القاری یک عالم بزرگ ما هست، میگه که حضرت علی گفت لو خیرت بین الجنة والمسجد لاخترت المسجد. اگر منم خیر میگذاشتن به اختیار خود میموندن که یا علی از ده یکی را اختیار کن، یا مسجد یا جنت، من البته مسجد اختیار میکردم. زیرا مسجد مکان عبادت خدا است، مکان خدمت به خدا است، در صورتی که جنت جای عیش نعمت است، جای راحت است. من عبادت خدا، بندگی خدا را از عیش از نعمت بالاتر میدونم. بزرگای خدا اینایی خیلی فعل داشتن، اینایی منوال رفتار میکردن. نماز ببینه که در پیش بزرگای خدا چه قدر قیمت دارد، چه منزلت دارد. واقعا نماز هر قدر که بس فشکنیم بازم کم است. امام احمد و ابن ماجه و امام بیهقی با اسناد حسن روایت میکنند از راوی امت حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمود کان رجلان من بلی حی من بنی قضاعه اسلم مع رسول الله صلی الله علیه و سلم. دو مرد میگوید از قوم بلی که یکی از قومهای قبیله بنی قضاعه است، همراه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اسلام آوردند، مسلمان شدند. فاستشهد احدهما و اخر الاخر سنه. یکیش همون سال شهید شد در رکاب پیغمبر در جنگ، به خاطر خدا جام شهادت نوشید. دیگرش یک سال دیگر زندگی کرد، بعد وفات کرد به مرگ خودش. ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که طلحه ابن عبیدالله صحابی بزرگ پیغمبر خواب میبیند که همون شخصی که یک سال بعد شهید وفات کرده بود
پیش از شهید داخل جنت می شود. ولی شهید در حساب و کتاب شهید داخل جنت نشده است، این مرد که 1 سال بعد داخل جنت می شود. حضرت میگه فتعجبت لذلک، در حیرت موندم که چخیل یک آدمی که به مرگ خودش مرده است پیش از شهید داخل جنت شد. فاصبحت فذكرت ذلك لنبی صلی الله علیه و سلم، وقتی میگه صبح شد خیستم از خواب اومدم نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و همین قصه را ذکر کردم که این چه حکمت داشته باشد. حضرت میگه در جواب فرمود الیس قد صام بعده رمضان و صلی 6000 رکعت و کذا و کذا رکعتا صلات السنه. گفت چی تعجب میکنی؟ این مردک مگر بعد شهید شدن رفیقش ماه شریف رمضان روزه نداشت؟ مگر بعد شهید شدن رفیقش در مدت 1 سال 6000 و چند صد رکعت نماز نخوند؟ نمازهای فرضی را اگر حساب کنیم در یک شبانه روز 17 رکعت، فقط نمازهای فرضی را بگیریم در یک شبانه روز 17 رکعت، در یک ماه 510 رکعت، در 1 سال 6000 و والله اعلم 6120 رکعت یا 220 رکعت می شود. آیا گفت این مرد بعد شهید شدن رفیقش 6200 رکعت نماز نخوند؟ 6200 رکعت در هر رکعت 2 بار در پیش خدا سجده نکرد؟ شما چی حیران میشوید؟ واقعا این نماز بزرگترین نعمت خدا است، بزرگترین عبادتی هست که خدای تعالی در روی زمین وضعش کرده است. پس او شخصی که عبادت زیادتر میکنه، سجده پیش پروردگار زیادتر میکنه، همون زودتر به جنت میدروید. این هیچ جای تعجب نداره. ببینید که مرتبه و منزلت نماز تا کدام حد است. حضرت حنظله کاتب صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول من حافظ علی صلوات الخمس رکوعهن و سجودهن و مواقیتهن و علم انهن حق من عند الله دخل الجنه او وجبت له الجنه. رواه احمد باسناد جید. امام احمد روایت کرده است در مسند خویش با اسناد جید که حنظله کاتب از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت کرد هر کس محافظت میکند نمازهای 5 گانه را با پررگی انجام میده، سراسیمه نمیکنه امام که ماهی رمضان است شب تراویح است نماز تستر بگی که مردم خواب میبره، رکوع پر رعایت میکنن، سجده را پر رعایت میکنن و وقت نماز رعایت میکنن، 1 ساعت بعد شام نمیخیزن در نماز شروع کنن. برادرای عزیز، از منبر پیغمبر با تمام جدیت با تمام مسئولیت به شما میگم هر کسی که 1.5 ساعت صبر نمیکنه بین شام و خفتن نمازش قبول نیست، نمازش ایسر اعاده کنه. فتوا در فتاوای دارالعلوم دیوبند، بزرگترین مرکز حنفی های جهان، از جانب مولوی عزیز الرحمن دیوبندی مفتی عزیز دیوبند داده شده است. این شخص در تجربه سنجیده است که حتی در زمستان وقتی غروب مدت غروب شفق 1 ساعت 23 دقیقه است، طولش 1 ساعت 23 دقیقه در زمستان، در تابستان 1 ساعت 27 دقیقه. از همین خاطر 1.5 ساعت بین شام و خفتن باید فاصله باشد. کسی فاصله نمیگذاره نماز شایسته اعاده کنه، نماز درست نیست. توی وقت در فتاوا فقط میگفتن وقتی شفق غایب شوه، این مردک میگه که من تجربه کردم برای تنبلی همین مردم، هم در زمستان و هم در تابستان چندین مراتب تجربه کردم و ثابت ساختم. برای همین این فتوا است. و هر کسی که همین نمازها را در وقتش میخونه، وقتی نماز رعایت میکنه و میدونه که این فریضه الهی است، از جانب پروردگار امر شده است، این شخص داخل جنت میشود.
در روایت دیگر اومده است که داخل شدن جنت بر او واجب میگردد، حتما خداوند داخل جنتش میکنه. این است مرتبه و منزلت نماز، به این بزرگی، به این عظمت. حضرت امام مسلم روایت میکنه در صحیحش از ربیعه ابن کعب اسلمی. ربیعه ابن کعب اسلمی از صحابه های بزرگ پیغمبر، از اهل صوفه بود. از بس که مسافر بود به مدینه آمده بود، مکان که نداشت، در همون بالای صوفه زندگی میکرد همراه برادراش. اهل صوفه خیلی مردم شریف هستند، با مرتبه و منزلت هستند و بسیار شخصی خداجو و خداترس بود و محبت بی‌نظیر نسبت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، نسبت صدیق اکبر، نسبت فاروق اعظم، نسبت حضرت عثمان و حضرت علی رضی الله عنهما داشت. حتی در روایات صحیحه آمده است بار همراه حضرت ابوبکر صدیق نشسته بود، سوال دادنش میگیره، حضرت غم میته، عصبش ناآرام بود است، مانده شده بود است و حضرت صدیق با غضب یک دو سخن درشتش میگه، بعدم به خود میآید. صدیق اکبر بسیار شخصی حلیم بود، بسیار بزرگ مرد بود. پشیمان میشه و اک میگه جواب ما بده، که میگه نمیتونم جواب، میگه تو جواب مناتی آرام نمیگیرم، نمیتونم. اگر میگه جواب مناتی میرم در پیش پیغمبر میگم، عرض میکنم میکارم، اما جوابش نداد. سخنهای درشت نسبت حضرت ابوبکر نگفت. حضرت ابوبکر یک روز نزد پیغمبر خدا اومد، گفت یا رسول الله، گفت عیب از جانب ما واقع شد، یک برادر مسلمان سخنهای دغل و درشت گفتم، پشیمان شدم، همه قدر التماسش میکنم که جواب ما بده، جواب ما نمیده، تو امرش کده یا ده حقارت ما بده، دلم آرام بگیرم که پگه من در پیش خدا چی جواب میگم. یک چند نفر از همون بنی اسلم هم قبیله هاش بودن، نزدش اومدن گفتن یا ربیعه چی واقع شد؟ ابوبکر صدیق ترا دشنام حقارت کرده است، با ای بولاد رفته شکایت کرده است، تو چرا خاموشی، چرا جوابش ندادی؟ آخی حقارتت کی کرد، ترا حقارتش میکردی؟ مردکای خوب گفت او را ابوبکر صدیق میگن، یاری غاری پیغمبر، لعنت بر شخصی که این مرد درشت میگه، لعنت بر زبانی که نسبت این مرد سخنهای ناسزا میگه. امروز در جامعه ما، در تاجیکستان ما، فرزندان تاجیک ما که اولاد اجداد جد گذشته شو همه حنفی مذهب بدن، اهل سنت و الجماعه بدن، به سعادت های یافت میشدیان که با حضرت صدیق دشنا میدادیان. پره روز یک خواهر اسلامی زنگ زد، گفت برادرام ابوبکر صدیق حضرت عمر بسیار لعنت میگن، دشنام و قبیگویی ها میکنن نسبتش، حکمشون چی است؟ گفتم از اینا شرمنده تر، از اینا رسواتر، از اینا ملعونتر در روی زمین شاید آدم کم باشه. زیرا که دشمنای اسلام، کافرها جرأت نمیکنن صدیق اکبر و عمر فاروق دشنام حقارت کنن، شاید تنقید مذمتش کنن، اما به دشنام و به لعن گفتن جرأت نمیکنن. مسلمانی که ایرا بر خود روا میدونه، وای به حالش که او ملعون است، ملعون خدا و پیغمبر و جمیع ملائکه های خداست. لعنت بر کسی که زبان درازی و تعرض کرده و حضرت ابوبکر حضرت عمر دشنام حقارت میکنه، واقعا ملعون است خودش، با یقین بدانه. حضرت ربیعه را ببینه، عبرت بگیره. ابوبکر صدیق درشتگویی ها کرد نسبتش، اما گفت این یاری غاری پیغمبر است. کسی که ابوبکر صدیق میرنجانه، خدا را رنجانده است. کسی صدیق میرنجانه، حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم رنجانده است. من چقدر جرأت میکنم خدا و پیغمبر را برنجانم؟ سگ بچه ها با میگفتیان که کسی باشه از ملاهای اهل سنت من قطعشان صحبت میکنم. گفتم خواهر جان بگی به مسجد ما را بیار شو، اگر جرأت داشته باشن بیاین. حضرت ابوبکر صدیق بسیار حلیم بود، شاید در زندگیش هم یار دشنام حقارت نمیکرد، حالی در زنده نیست، ما مثل او حلیم نیستیم، قوش تازه گوشوش میکنیم.